در ابتدای باز یک هفته نو به سراغ شما آمدم بیننده عزیز رادیو آزادی و به همه شما درود میفرستم از شهر پراگ جمهوری چک و امیدوارم هر جای که هستید صحت و سلامت باشید. چالو گلخوجه هستم بازم در خدمت شما و حالا ساعت با وقتی ما هفت است و با وقتی دوشنبه ده و در شروع هفته نو آماده هستم که شما رو با خبرهای تازه آگاه کنم، خبرهایی که فکر میکنم برای شما مهم است، برای ما مهم است و شما حالا گوش و گوشتان با ماست تا اینکه از این خبرها آگاه شوید. طوری ما میدونیم فردا مسلمانان تاجیکستان عید قربان رو جشن میگیرند و پرزیدنت تاجیکستان در عرفه این عید با یک پیام تلویزیونی ساکنان را تبریک کرد و جمله گفت در دوره آمادگی به عید سعید قربان هزاران نفر ساکنان مملکت فریضه حج را که از جمله رکنهای پنجگانه دین اسلام محسوب می‌یابد به جا می‌آورند. مولوی رحمان اظهار امیدواری کرد که حجاج تاجیک بعد به وطن برگشتن به جای آراستن دسترخوان و تشکیل کردن معرکه‌های نمایشگرانه به انجام دادن اعمال ثواب از جمله کارهای آبادانی، تعلیم و تربیت فرزندان و کمک به محتاجان بیشتر مشغول شده کوشش میکنند که در این راه نمونه عبرت دیگران باشند. در ادامه مولوی رحمان افزوده است که نباید فراموش کرد که قربانی کردن تنها به شخصان دارای شرایط و امکانات کافی مادی و مالی واجب است. او گفته است که کسانی که امکانیت اجرای چنین عمل را ندارند میتوانند با مناسبت نرم انسانی و آداب و اخلاق حسنه از ثواب و برکت عید قربان بهره ور شوند. پیام پرزیدنت در حال صدام داد که هفته پیش نمایندگان کمیته دین در صحبت با رادیو آزادی گفتند امسال هنگام عید قربان در منزل‌های ساکنان رید میگذرانند تا اینکه آنها اسرافکاری نکنند و دسترخوان با دبدبه نآرایند. رو میارم به خبر دیگر. شرکت‌های موبیلی تاجیکستان با ارسال یک SMS مشتریان خود را آگاه کردند که از 1 سپتامبر ارزش پریافرملینیا یا به نام کسی دیگر گذراندن سیم کارت زیادتیشان 250 سومانی خواهد شد. چنین آگاهی روز 19 آگوست اساساً به آنها دسترس شد که بیش از 2 سیم کارت دارند و بعضی این سیم کارت در استفاده کسی دیگر است. در حال حاضر ساکنان تاجیکستان حق دارند که به نام خود تنها 2 سیم کارت داشته باشند. در گذشته مردم در خرید و فروش سیم کارت آزاد بودند و یک نفر می توانست صاحب چند سیم کارت باشد. اینچنین به نام کسی دیگر گذراندن سیم کارت تنها با پیشنهاد شناسنامه و به پرداخت علاوگی صورت می‌گیرد. شرکت مگافون روز 19 آگوست به 10 مشتری خود نوشت واقعا خدمات به نام کسی دیگر گذراندن سیم کارت تا 1 سپتامبر مثل پیشینه صورت میگیرد و برای انجام این کار شناسنامه صاحب سیم کارت و استفاده برنده آن ضرور است و بس. اما این شرکت هشدار داده است که چنین خدمات از 1 سپتامبر امسال 250 سومانی خواهد شد. در یک شرکت دیگری موبیلی در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که یک هفته باز به مشتریان دارای بیش از 2 سیم کارت چنین آگاهی میفرستند. هفته گذشته به رادیو آزادی معلوم شد که مقامات تاجیکستان نرخ یک سیم کارت تلفن موبیل را تا 250 سومانی مقرر کردند. بنا به اطلاع دریافتی قرار است این تصمیم پس از 20 آگوست یعنی از فردا در تاجیکستان اجرا شود و شرکت‌های موبیلی موظف خواهند بود سیم کارت را با همین نرخ به فروش برآورند. اما همصحبت ما در یک شرکت موبیلی تاجیکستان گفت به رسم ضروری این تصمیم کمی طول کشیده است و ظاهراً معرکه از 1 سپتامبر امسال شروع می شود، چون که این نرخنامه را باید خدمات ضد انسانی هم تصدیق کند و 10 روز پیش از اجرای آن باید مشتری آگاه کرده شوند. شهر داد این مصاحبه رادیو آزادی. تو 250 سومانی افزودن نرخ سیم کارت و همین طور به نام کسی دیگر گذراندن آن بسیاری را شگفت زده کرده است. چندی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند مقامات نباید تا به این حد به جیب مردم دست درازی کنند. اما بعضی از مقامات میگویند این تصمیم در دایره مبارزه با تروریسم گرفته شده است و ساکنان هر دم آن را عوض نکنند. فعلا در تاجیکستان 4 شرکت بلند، تسل، مگافون و بابیلون به اهالی خدمات موبیل را پیشنهاد میکنند و در تاجیکستان عین زمان 4.1 میلیون مشتری فعال علاقه موبیلی وجود داشته است. خب می رویم به شرق تاجیکستان و حالا یک خبر داریم از ختلان. از اول امسال 36 ساکن این ولایت با جرم پیروی از حزب و جریان‌های ممنوع و تروریستی بازداشت و زندانی شدند. یک منبع در نیروهای انتظامی ختلان روز 19 آگوست به رادیو آزادی گفت بعضی این افراد را در داخل و برخی دیگر را در خارج دستگیر کرده. گنرال عبدالوهاب اسکندرزاده کارمند ریاست امور داخلی ولایت ختلان نیز چند پیشتر در یک جلسه گفته بود که در میان بازداشت شده ها اعضای گروه تندروی دولت اسلامی هستند. به قول او بیش از 730 ساکن
ساکنین دیگر ولایت خطلان با گمان همکاری و عضویت در حزب و حرکت‌های ممنوع در گفتگوی بین‌المللی قرار دارند. در میان آنها اعضای جنبش طالبان نیز بودند. با این حال مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان میگویند امسال ثبت جنایت‌های وابسته به تروریسم و اکستریمیسم در ولایت نظر به گذشته کمتر شده است. عبدالوهاب اسکندرزاده دلیل‌های کاهش چنین جنایت‌ها را نتیجه کارهای فهماندهی و سقوط گروه تندروی دولت اسلامی در خاورمیانه برشمرد. گنرال افزود در نیم ساله اول 16 عضو سازمان‌های فعالیتشان ممنوع از جمله گروه 24 نیز اختیاری از خارج به وطن برگشتند. مقامات تاجیکستان میگویند افراطگرایی یک خطر جدی به امنیت ملی کشور است و خطلان یکی از آسیب پذیرترین منطقه در برابر این ظهورات می باشد. ماه می سال گذشته رئیس جمهور ملی رحمان نیز از خطر افراطگرایی در خطلان صحبت کرده و گفته بود که 500 ساکن ولایت به عراق و سوریه رفتند و 60 نفرشان در جنگ ها کشته شدند. سفید دره شرکتی متعلق به مالکان فراز از بعضی امتیازهای مالی برخوردار شده است. حکومت تاجیکستان در یک قرار خود که اول ماه آگوست امسال امضا گردید تجهیزات و مسئله ساختمانی وارداتی از طرف سفید دره را از انداز و ارزش علاوه شده یا NDS و بوج گمرکی آزاد کرد. خدمات گمرکی تاجیکستان موظف شده است که به زودترین فرصت رسمیات را در این زمینه انجام دهد. شرکت سفید دره آخرهای سال 2016 مجمع لیژرانی همنامش را در حدود نویه ورزو بازسازی کرده و به استفاده داد. شرکت اعلام کرد که با خرج 80 میلیون سومانی در این مجمع لیژرانی خطی نوی هوایی، روچه روان برای بالا برآمدن، میدانچه یخمالک بازی و 2 بینای نوی خدمت رسانی معیشی را برای مشتریان ساخته است. شرکت سفید دره که متعلق به مالکان فراز است این مجمع لیژرانی را سال 2015 با قیمت 1,925,000 سومانی از دولت خرید. شرکت فراز اسم مالکان واقعی خود را باری هم نشر نکرده است، ولی رسانه ها بارها گزارش دادند که آن به افراد نزدیک به خانواده رئیس جمهور تاجیکستان تعلق دارد. در تاجیکستان آژانسی صادرات نزدی حکومت را تأسیس دادند. بنا به قراری حکومت تاجیکستان که اول ماه آگوست نشر شد، این نهاد در امور تبلیغ معرفی و صادرات محصولات کشور به خارج فعالیت خواهد کرد. بنا به قراری حکومت به رئیس آژانسی اجازه داده شده است که برای خود 2 معاون بگیرد و این اداره حق دارد 3 ماشین یا خودروی خدمتی هم داشته باشد. از وزارت مالیه و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تقاضا شده است که مسئله مالی و حقوقی تشکیل آژانسی صادرات رو هر چه زودتر حل کنند. آژانسی صادرات تاجیکستان در حال تشکیل شده است که صادرات در مقایسه با واردات مال از خارج کمتر است. برای مثال در 5 ماه اول امسال دادوگریفت بیرونی تاجیکستان از 7 میلیارد دلار را تشکیل داد که از این حساب بیش از 429 میلیون دلارش صادرات و تقریبا از 3 میلیارد دلارش واردات است. تاجیکستان اساساً پخته و آلومینی، سنگ‌های قیمت‌بها، میوه تر و خشک و سمنت را به خارج صادر می‌کند. و بیننده عزیز، بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک 1 سال باز در پناهگاه‌های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر میبرند. این زنان و کودکان میگویند در خیمه‌های در منطقه‌های گوناگون سوریه نگهداری میشوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافته‌اند. شهر رقه سوریه سال 2014 از جانب گروه تندروی داعش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماه اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت میشوند این شهر را از دست داعش آزاد کردند. در سوریه به فرق از عراق همسران جنگیان داعش دیگر تعقیب جنایی نمیشوند. در عراق ده‌ها همسر جنگجویان داعش بازداشت و با مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند که در میانشان حداقل 13 زن تاجیک نیز بود. 6 زن تاجیک با 9 کودک خردسال که در پناهگاه‌های در منطقه ادلب و حسکوی سوریه نگهداری میشوند از تعقیب جنایی در این کشور آزاد هستند. اما یک نماینده سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در سوریه که از وضع زنان و کودکان تاجیک در این کشور آگاه است، در صحبت با رادیو آزادی گفت که رویخط همه این زن و کودکان تاجیک در دست مقامات تاجیکستان هست، ولی ظاهرا حکومت کشور میل جدی برای برگرداندن شهروندان خود را ندارد. او گفت شهروندان تاجیکستان که در این پناهگاه‌ها نگهداری میشوند اکثرا سندی تصدیق کننده شخصیت را ندارند. از این رو به گفته او نماینده خدمات تاجیکستان باید به آنجا بروند و جهت تهیه سند برای بازگشت این زنان و کودکان کمک نمایند. اما یک منبع از مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفت تمام راه‌های امکان پذیر برای برگرداندن زنان و کودکان را روی دست دارند، اما به گفته او اکثر زن‌های تاجیک در منطقه‌های قرار دارند که تا رسیدن به آنجا حدودهای خطرناک را باید عبور کنند.
کنند. خب مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2013 تا 2017 بیشتر از 1000 شهروند این کشور به حدودهای تحت نظارت دیش به عراق و سوریه رفتند و حکومت خبری هلاکت نزدیک 500 نفر آنها را تاکنون تصدیق کرده است. تشکر میگم بیننده عزیز که این چند دقیقه با ما بودید و خبرهای بیشتر از این را داریم که بعد از 3 ساعت من در پخش زنده بازم به سهم شما خواهم رساند.